الله اکبر الله اکبر الله. اهانت به مسجد الحرام. در روایت هست از حضرت صادق پرسید بوبصیر آن که به تاریخ زریل شمرن که ایا زاده پیغمبر حجاج امسال گویی از وضع صدا بیشتر از پیشترن. حضرت آنگاه دو انگشت مبارک بگشود گفت بنگر بشرن اینان یا جانورن. بوبصیر آنگه از دیده دل کرد نظر دید محرم شدگان اکثرشون گاو و خرن. این روایت دید محرم شدگان اکثرشون گاو و خرن. این روایت دید محرم شدگان اکثرشون گاو و خرن. امام صاحب محمود مسجد الحرام نگو بگو باغ وحش. امام صاحب محمود مسجد الحرام نگو بگو باغ وحش. نگاه کن یه مش سگ خوک شاغال گرگ خرس اوناق دور کعبه دارن طواف میکنن. نگاه کن یه مش سگ خوک شاغال گرگ خرس اوناق دور کعبه دارن طواف میکنن. بوبصیر میگه وقتی بین دو انگشت امام صادق نگاه کردم دیدم وای پر است از حیوان. امام صادق فرمود آقای ابوبصیر آدما رو بشمار. میگه به جان امام صادق شمردم 4 نفر آدم بیشتر نبودن، همه حیوان. از دم بینندگان عزیز، آنچه این آخوند رافضی بیان می‌دارد نظر شخصی وی نیست، بلکه اعتقاد و باور و حقیقت مذهبی است که جز تخریب اسلام و مقدسات آن و جایگزینی خرافات و اوهام کار دیگری ندارد و چه بسا متبعین این مذهب نیز از بسیاری حقایق آن بیخبرند. مسجد الحرام به خاطر وجود خانه کعبه در آن بدون هیچ گونه شک و تردیدی مقدسترین مکان روی زمین است و قرآن کریم در سوره انعام آیه 92 شهر مکه را به علت وجود مسجد الحرام ام القری یعنی مادر سرزمین ها نامیده است. همچنین آیات فراوانی درباره فضایل این حرم مطهر بیان گشته که به عنوان نمونه میتوان به این آیات اشاره نمود. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. همانا نخستین خانه‌ای که برای مردم بنیانگذاری شده است خانه‌ای است که در مکه قرار دارد، با برکت و مایه هدایت جهانیان است. در آن نشانه‌های روشنی است و از آن جمله مقام ابراهیم است و هر کس داخل آن شود در امان است و خداوند حج خانه کعبه را بر کسانی از مردم که توانایی رفتن به آنجا را دارند واجب گردانیده است و هر کس کفر بورزد پس خداوند از جهانیان بی‌نیاز است. و نیز الله تعالی درباره این حرم امن الهی می‌فرماید وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَعَهِدْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ. و باز یاد آورید وقتی که خانه کعبه را بازگشتگاه و مأوای امنی برای مردم قرار دادیم و از مقام ابراهیم نمازگاهی برگیرید و ابراهیم و اسماعیل را سفارش کردیم
تا خانه مرا برای طواف کنندگان و معتکفین و رکوع کنندگان و سجده کنندگان پاکیزه گردانید. و رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند: نماز در این حرم 100,000 مرتبه افضلتر از نمازی است که در دیگر مساجد خوانده شود. ابن ماجه جلد 1 صفحه 451. مسند احمد حدیث 14694. الامالی طوسی جلد 2 پی 105 و بحار الانوار جلد 3 صفحه 369. و درباره فضیلت سفر حج فرمودند: حج مورد قبول پاداشی جز بهشت نخواهد داشت. مسند احمد حدیث 7354. مستدرک وسائل جلد 8 صفحه 28. مناسک الحج مکارم شیرازی جلد 2 صفحه 2. همچنین از امام باقر رحمه الله روایت شده که ایشان در مورد کعبه مشرفه فرمودند: الله متعال در میان آفریده هایش هیچ مکانی را بیشتر از این سرزمین دوست ندارد و نگاه به سوی کعبه عبادت است. جامع احادیث شیعه جلد 10 صفحه 63. و به خاطر فضایل بیشماری که برای این حرم امن الهی وجود دارد، مسلمانان از سراسر دنیا به سوی آن رهسپار شده و به طاعت و عبادت در این مکان مقدس می‌پردازند. اما از آنجا که این آخوند رافضی و همکیشانش به مانند جد بزرگشان ابن سبع یهودی چشم دیدن عظمت و رونق اماکن مقدس اسلامی را ندارند، ابرهه بار از روی هوا و هوس خویش در مقابل خانه الله کعبه ها ساخته‌اند و برای زیارت آنها فضایلی هزاران مرتبه بیشتر از زیارت خانه الله بیان نموده‌اند. واقعا آدم نمیدونه از کجا شروع کنه و کدومش را مطرح بکنه. رفتن به زیارت قبر ابی عبدالله همه گناهان انسان را پاک میکند. تعبیر اینجوری است: کیوم ولدت کامک، بله، مثل روزی که مادرت متولدت میکنه. یا مثلا در روایت دارد که پیغمبر خدا ملکی را میفرستد به شخصی که زائر است و اعمالش تمام شده، خطاب میکند که پیغمبر سلامت رسانده فرموده استعنف العمل، عملت را از نو شروع کن. زیادی عمر انسان هست، زیادی روزی انسان هست مساوی است با 1000 حج و 1000 عمره، در بعضی روایات 100 حج و 100 عمره و اونقدر ثواب و فضیلت در باب زیارت قبر ابی عبدالله هست که خودش کتاب‌های مستقلی می‌طلبد. سندش مال حسین، سندش مال حسین. روی زمین یه شهر رویایی میبینم، روی زمین یه شهر رویایی میبینم، نگو دریایی میبینم، چشمو میبندم و توی دلم یه کربلایی میبینم، یه کربلایی میبینم. وقتی که از دور میرسی دوتا نور تا آسمون، دوتا نور تا آسمون، تلالوش تا کهکشون، دیگه از کعبه نپرس نام و نشون، دیگه از کعبه نپرس نام و نشون. با تو خدا در کربلا
کعبه اصلیشو بنا گذاشته. با تو خدا در کربلا کعبه اصلیشو بنا گذاشته. بینندگان گرامی، کربلا در نزد شیعه افضلتر از کعبه معظمه می باشد. در کتاب کامل الزیارات صفحه 449 از امام صادق به دروغ روایت کردند که هنگامی که زمین کعبه با مباهات از جایگاه و عظمت خود یاد کرد، از سوی خداوند وحی رسید که بس کن و آرام باش و دم فرو بند، به عزت و جلالم سوگند که مقام و منزلت تو در برابر جایگاه و منزلت کربلا به اندازه سوزنی است که به دریا افکنده و با نوک آن آب بردارند. پس آرام گیر و در برابر زمین کربلا سر فرودار و متواضع باش. و در کتاب بهارالانوار جلد 101 صفحه 28 روایت کردند که خداوند در ازای هر قدمی که زائر حسینی در این زمین می‌گذارد و بر می‌دارد ثواب 100 حج مقبول و 100 عمره مبروره به او اعطا می‌کند. اگر باورتان نمی شود به سایت حوزه نمایندگی ولی فقیه در امور حج و زیارت مراجعه نمایید و این کفریات را ببینید. در کتاب احکام الشریعه جلد 1 صفحه 32 آیت الله میرزا حسن حائری بدون هیچ تردیدی اظهار می کند کربلا مزار مسلمین و کعبه موحدین می باشد. ذکر این گونه روایات ساختگی و جعلی از آن جهت است که مردم را از زیارت مسجد الحرام باز دارند تا بدین وسیله پیوسته بازار بردگی آنان پر رونق باقی بماند و بتوانند مال و ناموس و اعتقاد مردم را آنگونه که خود می‌خواهند استفاده و مردم را به سوی شرک سوق دهند. والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. و کسانی را که به جای او به فریاد می‌خوانید حتی مالکیت پوست هسته خرمایی را ندارند. اگر آنها را به فریاد بخوانید صدای شما را نمی‌شنوند و اگر به فرض محال بشنوند توانایی پاسخگویی شما را ندارند و روز قیامت این شرک شما را انکار می‌کنند و هیچ کس همچون الله آگاه تو را با خبر نمی‌سازد. بینندگان عزیز، این ابره زاده و همکیشانش به خوبی می‌دانند که برادران و خواهران شیعه ما با شوق و محبت فراوان پای در سرزمین وحی می‌گذارند و بعد از حضور در آن فضای روحانی و معنوی به بسیاری از تهمت‌ها و افتراعات آخوندهای رافضی نسبت به مسلمین پی برده و با حقیقت موجود آشنا می‌گردند. و من یه خواهش دارم از شما تبریزی عزیز که اگر میرید مکه و برمیگردید که متاسفانه بعد از ایام و مناسک حج توسط شیعه ها بزرگترین محافل تبلیغ از سنیگری توی مراکز شیعه به وجود میاد. حاجی میره اونجا 25 روز 1 ماه میمونه، وقتی برمیگرده تو این 3 روزی که حاجی میشینه تو خونه مردم بیان ببینندش از همون اول تا آخر میگه به به مسلمون میخوای اونا، قرآن میخوای اونا، نماز میخوای اونا، به کمرشون بخوره. چون صراحتا میفرمود فلانی من امسال تابستان به عنوان
روحانی کاروان روحانیون رفته بودم. 200 تا طلبه که برای عمره می رفتن، طلبه های ممتاز حوزه علمیه قم. گفت اولین کاروان من بودم، با 200 تا طلبه رفتم، با اینکه اونجا من جلسات متعددی پاسخ به شبهات داشتم، جلسات متعددی خطر وهابیت را به اینها گوشزد می کردم، ولی حدود 30 تا از این طلبه ها تو جلسات ما نمی آمدن، می رفتن با این وهابی ها برای شما عرض کنم اونس گرفته بودن، در داخل اینها لول می خوردن. میگه خلاصه من 200 نفر بردم اونجا، 30 تا تلفات دادم، 30 تا طلبه با ذهن مشوش، 30 تا طلبه با عقاید متزلزل برگرداندن. ایشون آقا این رو بگید، هر وقت هر کس بخواد من آمار دقیق میدم. 30 نفر متمایل به تفکر وهابی به ایران برگرداندن. خب باید اینجا گفت انا لله و انا الیه راجعون. وقتی که رفتم مکه به اصطلاح خلاصه‌شو بگم، متوجه شدم پیامبر اسلام و امامان ما همه وهابی بودن. بله. و این تفکری که به اصطلاح تو کله ما بود و تو فکر ما بود اونجا اصلا عمل شد، چون اخلاق، رفتار، قرآن، نماز خوندن، اینجور چیزایی که ما از اونا دیدیم، مثلا آدمای خلافکار و چنان معتاد و اینا نبودن و ندیدیم، ما مثلا تعجب کردم. و من پیشنهاد میکنم که حتی شیعه ها هم بیان، شیعه مثلا شیعه وهابی هم داشته باشیم. بله. که بسیار به نظر من خیلی مناسب است و اخلاق و رفتار اون چیزی که من دیدم، حالا شاید وهابیای اون چیزی که تو فکر ما جای دیگه است، من اون چیزی که مثلا فرض کنم در مورد یه ویدیو شنیده بودم یا دیده بودم که اون بیشتر مسئله سیاسی بود تا دینی. بسیار. من اونجوری تو ذهنم بود، ولی وقتی که رفتم اونجا دیدم که نه، چنین چیزی نیست و اخلاق و رفتار و قرآن خوندن و نماز خوندن و اهمیت دادن، بله، ظواهر رعایت شده. اینا شاید بهتر از ما بودن. وقت من تعجب میکنم 4 تا شیعه بعد از 40 سال 50 سال نون و نمک امام حسین خوردن، از مکه که برمیگرده میگه مسلمون میخوای؟ اونا قرآن میخوای بخونی؟ اونا یاد بگی. این قرآن به درد اونا نمیخوره. آری، ترس از آشکار شدن دروغ‌های نوادگان ابن سبع آنان را بران داشته تا به هر وسیله و بهانه‌ای حقجویان را از سفر و حضور در سرزمین وحی باز دارند و زیارت خانه الله را کم ارزش جلوه دهند و مردم را به سوی حرمهای خود ساختهشان روانه سازند. و آقا هر سال میره مکه، هر سال میره عمره. چه خبره؟ واجب یه بار، حج یه بار واجبه. چقدر میرید مکه؟ چرا میرید 1,5 میلیون خرج میکنید، پولا رو تو حلقوم این وهابیای عربستان میریزید که تمام این پولا گلوله بشه تو سینه شیعه ختم بشه؟ چرا اینقدر گردن این عربا رو کلفت میکنید؟ چرا اینقدر گردن این وهابیا رو کلفت میکنید؟ چرا پولا رو میرید خرج عربستان میکنید؟ تو یه بار رفتی مکه بشی سر جات دیگه؟ نمیدونید تو مکه چه خبر است؟ نمیدونید. به خدا قسم اگر من یک سری از این حقایق مکه رو براتون بگم حالتون به هم میخوره از هرچه حاجیه. حالتون به هم میخوره. دیگه دیدن هیچ حاجی نخواهید رفت. خدا شاهده. اما نمیتونیم بگیم، دستمون بسته است. نمیدونید چه خبر است. نمیدونید. در یکی از همین شبهای ماه رمضان که اونجا بودیم صحبت شد اینها فحشا در خود مکه مکرمه، حداقل در 3 کیلومتری 2 کیلومتر نیم در زیر یکی از پلها که اگر بگم میدرستم اشاره فحشاست. اونجا بعد از ساعت 12 یکی بعد از نیمه شب زنان و افراد فاحشه می آمدن اونجا و خودمون با چشم خودمون دیدیم.
آخ 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 کربلا کربلا کربلا. خدا شاهده تمام غم‌های عالم رو دل آدم میشه. آدم مضطربه، اصلا مستعسله، نمیدونه چه خبره این کربلا. الله اکبر الله اکبر. میمونه توش، سرگردونه. خدا شاهده آدم میاد تو حرم عباس، هی میخواد بره تو حرم امام حسین، میره تو حرم امام حسین دلش میخواد بیاد یه سری به سری به حرم ابوالفضل. گاهی آدم تو این خیابون بین الحرمین میمونه، یه طرف نگاه میکنه حرم عباس و یه طرف حرم ارباب ابی عبدالله. خدایا راه کربلا رو به زودی باز فرما، آرزوی زیارت کربلا رو بر دلهای ما مگذار. صفا و من ندیدم، صفا و من ندیدم، دور حرم دویدم، هیچ کجا برای من کرب و بلا نمی شود. حسین ای ذکر صبح و شام من، حسین ای مسجد الحرام من. خب بعضی خیال میکنن که میرن مکه میشن حاجی امام جان. نه، میره سنگا رو دور میزنه میاد. حاجی رستگار. من نمیگم در کافی شریف برو امام صادق دست زرارا رو گرفته آورده کنار خونه کعبه، میگه اینا رو میبینی دور این سنگا میچرخن، اینا باید بیان از ما دستور بگیرن. دید محرم شدگان اکثرشون گاو و خره. امام صادق محمود مسجد الحرام نگو، بگو باغ وحش. نگاه کن، یه مش سگ، خوک، شاغال، گرگ، خرس، الاغ. مسجد الحرام نگو، بگو باغ وحش. نگاه کن، یه مش سگ، خوک، شاغال، گرگ، خرس، الاغ دور کعبه دارن طواف میکنن. بوبصیر میگه وقتی بین دو انگشت امام صادق نگاه کردم دیدم وای پر است از حیوان. امام صادق فرمود آقای ابوبصیر آدما رو بشمار. میگه به جان امام صادق شمردم 4 نفر آدم بیشتر نبودن، همه حیوان. از دم اما آنچه این زندیق رافضی به نقل از همکیش خود ابوبصیر به امام جعفر صادق نسبت می‌دهد دروغی است که ابوبصیر به خاطر کینه و بغضش نسبت به اسلام از پیش خود تراشیده است و ابوبصیر همان فردی است که امام جعفر صادق را به حب مال و مقام متهم می‌نمود، چنانچه در کتاب رجال کشی صفحه 145 روایت شده است که وی می‌گفت اگر دوست شما امام جعفر صادق علیه السلام دسترسی پیدا کند دنیا را به کس دیگری نخواهد داد. و در صفحه 155 همین کتاب روایت شده است که او دم در خانه امام صادق علیه السلام نشسته بود تا اینکه برایش اجازه ورود داده شود، اما اجازه داده نمیشد. گفت اگر ما هم دست پری می داشتیم حتما به ما اجازه می داد. دید محرم شدگان اکثرشون گاو و خره. امام صادق محمود مسجد الحرام نگو، بگو باغ وحش. نگاه کن، یه مش سگ، خوک، شاغال، گرگ، خرس، الاغ. مسجد الحرام نگو، بگو باغ وحش. نگاه کن، یه مش سگ، خوک، شاغال، گرگ، خرس، الاغ دور کعبه دارن طواف میکنن. بوبصیر میگه وقتی بین دو انگشت امام صادق نگاه کردم دیدم وای پر است از حیوان. امام صادق فرمود آقای ابوبصیر آدما رو بشمار. میگه به جان امام صادق شمردم 4 نفر آدم بیشتر نبودن، همه حیوان. از دم
علاوه بر این متن این روایت دروغین نیز دلیل واضحی بر ساختگی بودن آن است، زیرا الله متعال درباره منافقینی که ساکن مدینه بودند می‌فرماید: وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم. و برخی از بادیه نشینانی که در اطراف شما هستند و برخی از اهل مدینه منافقند که تمرین نفاق کرده و در آن مهارت پیدا نمودند. تو آنان را نمی‌شناسی، ما آنان را می‌شناسیم. حال چگونه می شود که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم که در درجه و مقام بر امام جعفر صادق برتری داشتند قادر به تشخیص حقیقت افراد نباشند، ولی شخصی پایین‌تر از ایشان این توانایی را داشته باشد؟ دید محرم شدگان اکثرشون گاو و خره. امام صاحب محمود مسجد الحرام نگو، بگو باغ وحش. نگاه کن، یه مش سگ، خوک، شاغال، گرگ، خرس، الاغ. مسجد الحرام نگو، بگو باغ وحش. نگاه کن، یه مش سگ، خوک، شاغال، گرگ، خرس، الاغ دور کعبه دارن طواف میکنن. بوبصیر میگه وقتی بین دو انگشت امام صادق نگاه کردم دیدم وای پر است از حیوان. امام صادق فرمود آقای ابوبصیر آدما رو بشمار. میگه به جان امام صادق شمردم 4 نفر آدم بیشتر نبودن، همه حیوان. از دم اما ببینیم نسبت لقب باغ وحش به کدام مکان شایسته تر است. هر کی میخواد هر چی بگه، هر کی میخواد هر چی بگه، هر کی میخواد هر چی بگه، من سگ کوی زینبم. هر کی میخواد هر چی بگه، من سگ کوی زینبم. أنا كلب رقيب أنا كلب رقيب أنا كلب أنا كلب همه شب نهاده ام سر چو سگان برا ستاند که رقیب و در نیاید به بهانه گدایی. سین یه روزی میاد آقا جون که منم سگ تو باشم. یه روزی میاد آقا جون که منم سگ تو باشم. و اما مسجد الحرام. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين.
وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. قضاوت با شماست.